اگر التهابات اجتماعی و اعتراضات خیابانی و اینا اتفاق نیفته، فکر میکنم یه بازه‌ای بین 120 مثلا 120 تومن تا 130 خورده‌ای رو خواهد دید. اگر ما اعتراضات داشته باشیم و ناآرامی‌های اجتماعی داشته باشیم، این عدد میتونه خیلی بالاتر از این باشه. و من معتقد هستم که سال آینده اتفاقا شرایط خیلی شرایط سختری خواهد بود و آقای ترامپ و تیمشون منتظر مثل دور اول اون فرصت رو از دست نخواهند داد. چیزی که من از اقتصاد ایران فهمیدم اینه که شرایط ما بسیار تابع به اصطلاح وزش بادهاست. یعنی وزش بادهاست که سرنوشت ما رو تعیین میکنه. تورم 40% سال بعد معادل 952% تورم سال 97 از لحاظ شدت دارم میگم بر مردم که وارد میشه. و دیگه سناریوهای خوشبینانه و میانه‌ای نیست. ما الان باید تو سناریوهای بدبینانه با رویکرد بدبینانه باید سناریوهامون رو طراحی کنیم. یعنی باید بریم سراغ شدت این سناریوی بدبینانه که چه خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اساتید محترم، خیلی خوش آمد میگم حضورتون رو به استودیو انتخاب جناب آقای دکتر درودیان و جناب آقای دکتر شقاقی. خیلی خوش آمد میگم. موضوع بحث ما چشمانداز اقتصادی کشورمون در سال 1404 هست. با توجه به وضعیتی که کشورمون درش هست، ما میخوایم بدونیم در سال آینده در واقع شاخصهای تاثیرگذار بر زندگی مردم مثل تورم و نرخ ارز و اینها و در کلیت وضعیت اقتصادی ما چگونه خواهد بود، چه در سطح خرد چه در سطح کلان، اونطوری که اساتید در واقع متخصص این کار هستن به بحث ورود کنن. بنابراین سوال کلی ما که من اجازه میخوام از آقای دکتر شقاقی شروع کنم با آقای دکتر درودیان، هر کدوم که راضی باشید. آقای دکتر، سوال کلی ما این هست که سال آینده وضعیت اقتصادی کشور رو چگونه میبینید با توجه به تمام فاکتورهایی که در واقع هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام میکنم مجدد خدمت شما آقای دکتر شقاقی و بیننده های این گفتگو. ما بر اساس سابقه و تاریخ و بر اساس تجربه میدونیم که در اقتصاد ایران مهمترین فاکتور تعیین کننده، هم حالا تعیین کننده متغیرهای بخش واقعی مثل تولید، مثل رشد اقتصادی، تولید، اشتغال، سرمایه گذاری، و هم متغیرهایی مثل تورم و حالا قیمت دارایی ها، در معنی باز کلی تر از تورم قیمت دارایی ها و کالا و خدمات. به طور کلی حال و روز اقتصاد ما با درجه بسیار بالایی بستگی داره به وضعیت فروش و صادرات نفت و دریافتی های ارزی از محل عمدتاً صادرات نفت. یعنی ما تو هر دوره‌ای که وضعیت درآمد نفتیمون رو به بهبود بوده، خوب بوده، اقتصاد ما عملکردش مجموعاً حال و روز نسبتاً بدی نداشته. ولی وقتی این خراب میشه و درآمد نفت افول میکنه، افت میکنه، چرا ما شرایطمون به هم میرزه؟ یعنی هم رشد اقتصادی ما کم میشه، حتی منفی میشه، نرخ‌های تورم یهو پرش میکنه، عدد بالا رو میبینه، به دلیل اینکه نرخ‌های ارز بیقراری نشون میده و از کنترل خارج میشه و یه فضای درهم ریختگی و التهاب و بدبینی در اقتصاد به وجود میاره. پس مهمترین موضوع اونه. حالا مثلا ما الان در سال 1403 یه دوره ای رو طی کردیم، یه دوره چند ساله، یعنی بعد از 1400، که یه مقداری وضعیت اقتصادمون در نسبت با سالهای قبلش اندکی بهبود پیدا کرد بر اساس شاخص‌ها. منظورم شاخص‌های بخش واقعیه که در واقع اقتصاد رو اصلا باید از منظر بخش واقعی دید. یعنی باید دید وضعیت رشد اقتصادی چطوره در درجه اول، از همه مهمتر نرخ تشکیل سرمایه چطوره مثلا. خب اینا یه مقداری بهبود نشون داد از 1400 به بعد و ما توی 1403 هم تقریبا این بهبود رو دیدیم، شاهدش بودیم. مثلا شما رشد اقتصادی ما رو در سال 1400 تا 1402
بالای 4% می‌بینید. حالا احتمالاً در 1403 این عدد یک اندکی پایین‌تر خواهد بود، احتمالاً زیر 4% قرار میگیره. ولی خب مثلا وقتی می‌ریم سال 99 98 این وضعیت اینطوری نبوده. مثلا در سال 98 ما رشد اقتصادی منفیه، در 97 منفیه رشد اقتصادیمون، که اینا در واقع باز میگم در درجه اول برمیگرده به اینکه برجام خراب شده، نفت نمیتونیم بفروشیم، درآمد نفتی نداریم، اقتصاد دچار به هم ریختگی شده، در واقع نرخ ارز از کنترل خارج شده. اینا عواملیه که خیلی تعیین کننده است روی اقتصادمون. لذا حالا باز عقب‌ترش هم نگاه کنیم همینه، یعنی مثلا شما دوره برجام نگاه می‌کنید 95 96 مقطعیه که درآمد نفت بهبود پیدا میکنه و مثلا نرخ تورم پایینه، رشد اقتصادی بالاست. گرچه سالهای قبلش مثلا 93 94 البته اونجا هنوز درآمد نفت ما خوب نیست، ولی چشمانداز بهبود برجام باعث شده که تورم پایین باشه، ولی خب رشد اقتصادی ما همچنان رشد اقتصادی خیلی پایین. ما در واقع توی این موقعیت قرار گرفتیم که وضعیت اینکه شرایط تحریمی چه خواهد شد و چه اجازه‌ای به ما میده برای اینکه فروش نفتمون رو ادامه بدیم، خیلی خیلی تاثیر مهمی داره بر اقتصاد ما. و لذا ما میتونیم بگیم که الان مهمترین سوالی که اقتصاد ما برای سال 1404 باهاش روبروه اینه که تحت مدیریت ترامپ در آمریکا روند صادرات نفت ما چه سرنوشتی پیدا میکنه. به طور مشخص به کشور چین ما مناسباتمون به چه شکل خواهد شد؟ آیا قادر هستیم که علیرغم اون اولا آیا اصلا فشار حد اکثری اونها وارد میکنن بر ما این کار رو، اراده در واقع انجامش رو دارن؟ حالا در لفظ اینو میگن ولی در عمل خب این چه تبعاتی رقم میزنه؟ آیا برای بازار نفت مهمه؟ چون به هر حال ما میدونیم که ترامپ یه شعار انرژی ارزان و مثلا اینا رو هم داره، ولی خب نمیتونیم خیلی خوشبین باشیم به جهت اینکه ما چند بار این اتفاق خارج شدن از بازار نفت برامون اتفاق افتاده. ولی یه ذره این ابهام داره که آیا اونها پاشونو صفر میذارن و این فشار حداکثری رو وارد میکنن یا نه. من برداشت دورادورم اینه که یه مقداری پرهیز دارن توی این و یه کمی لااقل اون گامای اول رو به این شکل بر نمیدارن، یعنی سعی میکنن که راههای مذاکره و معامله و اینا رو به هر حال امتحان بکنن. به خاطر این من در سال 1404 احتمال اینکه اونها فشار خیلی سنگینی به ما بیارن رو خیلی محتمل نمیدونم، گرچه اگر این فرایند از نظر اونا به نتیجه نرسه و احساس کنن که با مذاکره و معامله به نتیجه مطلوب مد نظرشون نمیرسن، ممکنه در سالهای بعدی این کار رو انجام بدن. کما اینکه شما یادتونه دوره قبل هم ترامپ طول کشید تا اینکه رفت به سمت اینکه برجام کنار گذاشت، یه در واقع شک و تردید داشت. بله. تا 2018 14 ما طول کشید. اصلا اینو میگفت ها، ولی من فکر میکنم که منظورش این بود که یعنی ما رو بترسونه که بیایید به سمت اینکه این معامله مجددی بکنیم. فکر میکنم این الگو احتمال اینکه تکرار بشه مجددا زیاده، ولی برای 1404 من فکر میکنم که فعلا احتمال اینکه اون فشار حداکثری خیلی جدی وارد بشه احتمال زیادی نخواهد بود و ما کم و بیش به نظرم میتونیم روی فروش نفت به میزان فعلی حساب بکنیم. یه مقداری احتمالاً نرخ تورم ما بیشتر خواهد بود و رشد اقتصادی ما کمتر از چیزی که در سال 1403 دیدیم. خیلی ممنون آقای دکتر شوقی. ضمن اینکه ما سوال اولو چشم‌انداز این نظر شما راجع به سال آینده چی هست رو سر جاش هست، من جمع‌بندی صحبت آقای دکتر درودیان این بود که خب همه چی بستگی به فروش نفت داره و اگر ما خب طبیعتا نفت بیشتری بتونیم بفروشیم وضعیت بهتره، اگر فشار حداکثری بیاد وضعیت بدتر میشه. ولی نظر کلیشون این بود که با توجه به رویه قبلی آقای ترامپ احتمالاً فشار حداکثری خیلی زیاد اعمال نشه سال آینده، ولی در این حال تورم بیشتر از امسال میشه و این کلیت صحبت آقای دکتر بود. من میخوام با توجه به نکاتی که ایشون گفتن و دیدگاه خودتون صحبتتون رو آغاز بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. این که آقای دکتر فرمودن نفت بازیگر مهمی تو اقتصاد ایران هست،
بله بازیگر مهمی هم هست و دعوای دولت‌ها هم با هم سر نحوه توزیع رانت نفت بوده. حالا یه دولتی گفته بدید من اینگونه توزیع میکنم، دولتی دیگری نحوه دیگری. در دولت 13 هم این رشد 4%، 4.5% کلش ماحصل نفت بوده و من اصلاحات ساختاری در جهت بهبود محیط کسب و کار، بهبود محیط رقابت که پشتیبان رشد اقتصادی با کیفیت باشه در دولت 13 هم سراغ ندارم. برخی از معاونین و دوستانی هم که در دولت 13 هم بودند و الان هم دارند شعار رشد مثبت رو دارن میدند، احساس همینه که یا خودشون رو یا یعنی احساس میکنم که یا همچنان تو اون دعواهای سیاسی خودشون گرفتار کردند خودشون رو، یا اینکه واقعا تحلیل هاشون تحلیل های غیر از آنی که من دارم میفهمم هست. من اینطوری میفهمم که رشد دولت گذشته رشد نفت بوده، سرریز نفت هم در بخش صنعت خودش رو نشون داد، لذا بخش صنعت ما هم رشد داشت ولی سرریز بخش نفت بوده. خدمات هم به خاطر بحث دوران پسا کرونا یک رشد خوبی رو تجربه کرد که این رشد 4% حاصل شد، ولی این رشد با کیفیتی هم نبوده و خیلی این رشدهایی که متکی به نفته خیلی رشدهای با کیفیت، پایدار و چشمگیر و ملموسی نیستند. دولت 14 هم وقتی شروع به کار کرد فکر کنم با بدترین سناریوهایی که میشد تصور کرد، یعنی شاید افرادی که بدبین هستند مثل خود من که خیلی بدبینانه تحلیل میکنم مسائل رو، چون این سناریوهایی رو برای شرایط دولت 14 ندیده بودم. یعنی از تفعالی که آقای پزشکیان به قرآن میزنه و اون آیه‌ای که میاد و ایشون یه مقداری عملاً اون آیه رو وقتی میخونه خودش ناراحت میشه یا استرس میگیره، اضطراب میگیره، تا بحث ترور هنیه در خود تهران که بی سابقه بود، ترور رهبران حماس و حزب الله به همین ترتیب و شهادت رهبرانشون، بحث سقوط سوریه اون هم با اون سرعت و با اون شرایطی که رخ داد، پیروزی ترامپ و در کنارش تسلط جمهوری خواهان بر کنگره و سنا، یعنی هر سه تا افتاد دست جمهوری خواهان، اونم ترامپی که رأی خیلی خوبی هم برخلاف نظرسنجی‌های آمریکا به دست آورد. اینا اتفاقاتی که هر کدومش میتونه مسبب نااطمینانی‌های سیاسی اقتصادی، رشد انتظارات باشه، مجموعه با هم اتفاق افتاد و فکر کنم دولت آچمز شد اصلا. یعنی دولت 14 که خود دولت 14 هم بر اساس یک تصادف بر سر کار آمده بود دیگه، یعنی با شهادت آقای رئیسی بر سر کار آمده بود، آچمز شد اصلا. تیمش هم به همین ترتیب و بعد هم که کارو شروع کرد در اولین مرحله 2 ماه نگذشته بحث استیضاح آقای همتی مطرح شد. یعنی آقای همتی هنوز 2 ماه نبود که بر سر کار آمده بودند که بحث استیضاح ایشون مطرح شد. اون علامت سوال من همیشه هستش دیگه، خب اگر شما نمیخواستید خب چرا رأی دادید به این نفر؟ و شما که میشناختید آقای دکتر همتی با یک رویکردها و راهبردهایی میخواد شروع کنه کار رو. خب ایشون رأی آورد، بعد 2 ماه نشده بحث استیضاح ایشون مطرح میشه. بعدش هم خب طبیعتا وقتی وزیری بحث استیضاحش مطرح میشه همه یک جوری تعلل میکنند، حتی در همکاری هم تعلل میکنند که اول برو تکلیفتو مشخص کن بعد بیا با هم صحبت کنیم. عملا ما وزارت اقتصادمون رو یعنی به عنوان یکی از ارکان کلیدی از دست دادیم. بعدش هم که در حوزه سیاست خارجی تقریباً آقای ظریف کنار رفت و
عملاً سایر تیم دولت هم افراد معمولی هستند، یعنی افرادی هستند که اون نقشی که بخوان تو این شرایط خاص ایفا کنند نیست. این یه مسئله. موضوع دوم بحث ناترازی هاست. اصلاً ناترازی ها امون نمیده، یعنی از ناترازی های بانکی شروع شده، بعد رسیدیم به ناترازی های انرژی که در دولت آقای شهید رئیسی گاه این ناترازی بخش انرژی خودش رو داشت نشون میداد، در دولت آقای پزشکیان خیلی شدت گرفت. بعد هم ما همینطوری که داریم پیش میریم با ناترازی بخش آب مواجه خواهیم شد. فرونشست زمین رو داریم، صندوق‌های بازنشستگی رو داریم. این ناترازی ها بخشش انباشت 50 ساله، مثلا بخش آب و فرونشست زمین. صندوق ها شاید محصول انباشت از دهه 70. برق شاید ما مبدأش رو بذاریم دهه 80. خروج سرمایه هم دهه 90. ولی چنین حجم انبوه هم از لحاظ شدت، تعدد، ناترازی ها امان دولت رو بریده، دولت های آینده هم گرفتار خواهند شد. برخی از این ناترازی ها هم به این راحتی درمان پذیر نیستند، یعنی آب و فرونشست زمین مسئله نیست یا حالا بشه به این راحتی حلش کرد. اینا انباشت بیش از 50 سال ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی سیاسی است. حالا بخش برق و ایناش هم شروع کردم میگم با انرژی خورشید و اینا میخوایم جلوش رو بگیریم، ولی اینا که میدونیم که اینطوری که نیست. این مسئله بیش از 30 سال 20 سال قیمتگذاری دستوری، کنار زدن بخش خصوصی در حوزه نیروگاهی، تحریم ها و تعیین‌های منابع مالی دست به دست هم دادند. به نظر من خود دولت باز در مورد بحث ناترازی ها هم الان آچمز شده، همونطوری که در حوزه بحث های بیرونیش آچمز شده بود. بعد تحریم ها هم داره شدت میگیره و من معتقد هستم که سال آینده اتفاقا خیلی شرایط سختری خواهد بود و آقای ترامپ و تیمشون منتظر مثل دور اول اون فرصت رو از دست نخواهند داد و الان هم با عراقی‌ها دارن صحبت کردند و با هند صحبت کردند سر بحث نفت، با عراق صحبت کردند، با امارات صحبت داره میشه و این شروعی هم که اینا دارن نامه‌نگاری میکنند، اینها باز همون اتفاقی است که در حوزه یادداشت اجرایی اومد. اون موقع یادداشت رو انجام داده بود ولی اومد ایشون مصاحبه کرد، گفت که اگر ایران هسته‌ای رو کوتاه بیاد از هسته‌ای ما آماده ایم. بعد من دیدم آقای عراقچی، آقای عارف هم گفتن ما اصلا نمیخوایم دنبال هسته‌ای بریم و اینها. این پیام داشت منتشر میشد که به همین راحتیه. بعد دیدیم یه یادداشت اجرایی بیرون اومد که بسیار شروط پیچیده‌ای رو گذاشتن. اصلا اون یادداشت اجرایی واقعا یادداشت خبیثانه و سختی بود اصلا و اینا یه تجربه‌ای هم تو اون فشار حداکثری دور اول به دست آوردند. اون موقع نتونستن اون پازل رو تکمیل کنند، الان دنبال تکمیل اون پازل هم هستند. لذا از سال بعد فشار حداکثری تشدید خواهد شد و دیگه سناریوهای خوشبینانه و میانه‌ای نیست. ما الان باید تو سناریوهای بدبینانه با رویکرد بدبینانه باید سناریوهامون رو طراحی کنیم، یعنی باید بریم سراغ شدت این سناریوی بدبینانه که چه خواهد شد. پس ما الان وضعیت به این صورته که از یه طرف نااطمینانی ها تشدید شده، از طرف دیگر خود دولت الان واقعا دولت منسجم، همراستا، همراهی وجود نداره. یه گروه آدمای معمولی هستند، یکی دو نفرشون هم که میتونستند جسارت و جرأتی داشتن که در مقابل راندها بایستند یا حداقل یه دکترینی رو داشتند کنار گذاشته شدند. یعنی عملاً دولت به نظر من پاشیده از لحاظ ساختار و انسجام. فشار حداکثری هم از اون ور شروع شده.
و من شرایط رو برای سال آینده بسیار بسیار سخت میبینم. شاید در طول این 100 سال گذشته چند مقطع تاریخی بود که شرایط کشور ما از لحاظ اقتصادی چون این شرایطی بوده. باز من سال آینده بسیار سخت مسئله رو میبینم، ولی رو همه این اعداد و اینها میتونم بر پای اون سناریوها عدد بچینم. فکر کنم توی این بخش اول من توقف کنم که آقای دکتر هم مطالبشون رو اشاره کنند، بعد باز خدمت شما آقای دکتر درودیان تیمتون هستم. خواهش می‌کنم، خیلی استفاده کردیم آقای دکتر، محبت کردید. آقای دکتر درودیان، صحبت آقای دکتر شواقی رو شنیدیم. ایشون در واقع برخلاف نظر حضرت علی، حالا حضرت علی هم پیش بینی تورم بیشتر و رشد کمتر رو داشتیم. ایشون خیلی نگاهشون با توجه به جمعی شرایطی که توضیح دادن، تحریم و فشار حداکثری و در واقع تضعیف دولت و اینا، نگاه بدبینانه تری دارن و معتقدن خب سال آینده سال بسیار سختی بود که میگفتن در طول یک قرن گذشته، 100 سال گذشته، کمتر سالهایی ممکنه اینجوری برای کشور پیش اومده باشه. من حالا اگر حضرت علی نکته‌ای راجع به صحبت آقای دکتر دارید بفرمایید. و اینکه شما می‌بینید تو آستانه سال جدید وزیر اقتصاد دولت که حالا حداقل حامیان دولتونه، یک از وزرای ژنرال ها در واقع، یک از وزرای قوی میدونستن، آقای دکتر فکر کنم نظرش همین است، استیضاح شد توسط مجلس و این حالا خب طبعا اونایی که استیضاح کردن میگن اثر خوب داشته و معتقدن این اثر بدی بوده و تاثیرش روی اقتصاد خواهد. نظر شما رو میخوام به طور خاص راجع این بدونم که در واقع تغییر کارگزارا و استیضاحشون چقدر میتونه تو تشدید وضعیت اثرگذار باشه. ببینید، من چیزی که از اقتصاد ایران میفهمم و فهمیدم اینه که اقتصاد ایران به طور کلی اقتصادیه که برخلاف کشورهای پیشرفته که در اون یک سری ابزارها و اهرم‌های سیاستی میاد فعال میشه، کار میکنه برای اینکه یه تغییری رو رقم بزنه. یعنی با یه اهرم‌هایی بازی میکنن برای اینکه بتونن به صورت عمدتاً کوتاه مدت یه تغییراتی ایجاد بکنن که حالا البته اون اهرم‌ها هم الان تو دنیا خیلی محدود شده، کم شده، که عمدهش میشه در واقع اصلش میشه نرخ‌های بهره. چیزی که تو دنیا شما میبینید اینه که بانک‌های مرکزی میخوان نرخ‌های بهره رو بالا ببرن یا پایین بیارن، مسئله اصلی اینه. ولی خب وقتی تصمیمشون رو میگیرن، این تصمیم اثرات خیلی مشهودی میذاره روی بازارهای مالی، روی بازار کالاهای پایه و کامودیتی ها و به یه نحوی اقتصادا رو تحت تاثیر قرار میده، همچنین مثلا رو نرخ تورم و امثال ذالک. البته میگم این یه شیوه سیاستگذاری حد اقلیه که الان در پیش گرفته شده. شما وقتی در سالهای گذشته مثلا دورتر نگاه میکنید میبینید که اقدامات سیاستی که اونا انجام میدن وسیع‌تر از اینه، فراتر از اینه، شامل سرمایه‌گذاری های عمومی میشه، شامل اقدامات در واقع مؤثر حمایت از طرف عرضه میشه. ولی خب وقتی جلوتر اومدیم به اقتضای نولیبرالیسم، دامنه مداخله دولت در اقتصاد کمتر شد و محدود شد به بحث اینکه صرفاً با ابزار نرخ بهره بتونن تورم رو دستکاری بکنن و تنظیم بکنن. ولی خب شما مجموعاً دولت‌های اثربخش می‌بینید اونجا، حاکمیت‌های اثربخش می‌بینید، دولت‌هایی که اگر تصمیم بگیرن بخوان یه کاری رو بکنن معمولاً اون رو به سرانجام میتونن برسونن یا میتونن گام‌هایی رو بردارن در جهت حرکت به سمت اون هدف. شما در ایران یه چیزی که خیلی مشهود می‌بینید دولت‌های فاقد اثربخشیه به طور کلی، اصلا نهاد دولت. یعنی شما مثلا احساس میکنید ما در زمینه مثلا بحران آب که فرمودن یک روند رو به نزولی داریم که انگار که این سرنوشت محتوم ماست اصلا، یعنی انگار یه پله برقیه که این داره ما رو میبره به یه جا، اصلا این دولت میاد اون دولت میره، شما تغییری نمیبینید. یا در زمینه مثلا مسئله نظام بانکی، یا در زمینه بودجه، یا در زمینه صندوق‌های بازنشستگی، همه اینا تبدیل شده به پله برقی برای ما.
که رفت و آمد آدم‌ها، رفت و آمد دولت‌ها دست کم تا الان ما اثر بخشی ازشون ندیدیم که بگیم فلان دولت اومد فرمونو برگردون ولی اون یکی اومد دوباره مثلا ما افتادیم رو همون مسیر. نه، شما هم چیزی نمی‌تونیم بگیم سال به سال روندا با یه درجه‌ای، با یه شیب حالا ملایمی، ولی این شیب ملایم نه اینکه نگرانی نداره. اینا بعضا مثلا در مورد آب اصلا یه جاهایی می‌بینید که نقطه بدون بازگشت، یعنی دیگه نمیتونی برگردی، اصلا اون سفره‌های زیرزمینی دیگه احیا نمیشه اصلا. یا در مورد صندوق‌های بازنشستگی خب بهبودی مد نظر نیست، چون شما ترکیب جمعیتی داره تغییر میکنه، هرچی جلوتر میری اون در واقع جمعیت داره پیرتر میشه. لذا ما دولت خیلی تاثیرگذار نمیبینیم. چیزی که من از اقتصاد ایران فهمیدم اینه که شرایط ما بسیار تابع به اصطلاح وزش بادهاست. یعنی وزش بادهاست که سرنوشت ما رو تعیین میکنه، نه اینکه ناخدا چه تصمیمی میگیره یا چه عملی. کنه یه قایق نسبتا کوچیک آسیب پذیرید وسط دریا، شما فکر کنید که باد توی این بادبان چه جوری میفته، کدوم وری میبردش. این خیلی مهمتره تا اینکه بگیم اون چه تصمیم میگیره اونجا. ناخدای مثلا چه، اون حتی اگه تصمیم بگیره میبینید اون باد میزنه و اون قایقو میبره اون کشتی رو. لذاست که من مثلا روی موضوع فروش نفت، رو موضوع تحریم، مثلا شرایط اینجوری خیلی وزن بیشتری میدم بهش، تا اینکه مثلا بگیم که فلان وزیر رفت یا یکی اومد مثلا چه اتفاقی افتاد یا اتفاق نیفتاد. اون خیلی وزن بیشتری داره، مهمتری داره و به نظر من راه برون رفت از وضعیت اقتصادی که ما الان در اون هستیم اینه که ما خودمون رو در مسیر بادهای موافق قرار بدیم. یعنی این خیلی حرف چیزی واقع بینانه. من خودم مثلا برای شما، من طرفدار سیاست صنعتی ام، طرفدار دولت مداخله گرم، طرفدار همه اینا هستم، ولی ما میدونیم در ایران این حرفا به ویژه تو وضعیت فعلی که ما داریم، یعنی در شرایط تحریم و فشار و تورم بالا، نرخ ارز بیقرار، در این شرایط اتفاقا ما کیفیت حکمرانیمون تنزل هم میکنه. جسارت منظورتون از بادهای موافق رو یه خورده بیشتر بهمون بگید. عرض میکنم ما در شرایطی مثل شرایط فعلی حتی کیفیت حکمرانیمون تنزل هم میکنه. یعنی این نیست که بگیم که حالا مثلا اینجا ما به اقتضای شرایط یا به اقتضای اون جمله ضرورت ما در اختراع است و فلان و اینا مثلا ما میایم یه اقدام جدیدی یا اقدام متفاوتی انجام. نه، اینجوری نیست. ما مصداق که شعر ترانگیزات خاطر که حزین باشدیم. نمیتونیم توی این موقعیت، توی این مقطع کار اساسی بکنیم و اساساً سیاستگزار توی این برهه نگران چند هفته آتیه. یعنی چشم انداز هفته و ماهه. شما حالا بگید آقا مثلا بحران آب اینجوریه، بحران صندوق‌ها، اینا مسائلیه که دورنمای ما رو تاریک کرده دیگه. اون مسئلهش اینه که الان مثلا ماه دیگه نرخ ارز چی میشه، چه اتفاقی قراره، مرغ چی میشه، تخم مرغ چی میشه، تحریم میشه، فلان چیز قطع میشه، کالای اساسی میاد نمیاد. و این وضعیتیه که خب به هر حال شرایط تحریمی بر ما حاکم کرده. یعنی یک کوتاه‌نگری و کوتاه مدت نگری و کم وزن دادن به آینده، کم وزن دادن به توسعه، به مسائل بلند مدت و مسائل اساسی و بنیادی. اون چیزی که من میگم بادهای موافق، اگه بخوام خلاصه بگم، یک نوع اشتراک و همپیوندی با قدرت‌های بزرگه، به نحوی که برای ما بتونه جریان‌های ارزی بهبود دهنده و جریان‌های سرمایه‌گذاری بهبود دهنده رو برای ما بتونه رقم بزنه. یه چیزی شبیه همون چیزی که شما می‌بینید آقای روحانی و آقای ظریف در برجام دنبالش بودن. یعنی اون فهم به نظر من درسته که به لحاظ از یه جهت فهم معیوبی بوده، به جهت اینکه توجه نداشته که ما اشتراک منافع اقتصادی زیادی با آمریکا نداریم و آمریکایی‌ها دلایل زیادی برای زیر فشار قرار دادن ما دارن. آمریکایی‌ها اون پرهیزهای اقتصادی که نسبت به ما داشتن تو سالهای دورتر، اون پرهیزها رو دیگه ندارن، چون اساساً اونها بند نافع اقتصادشون از انرژی خاورمیانه بریده شده. این اشکالشه. ولی اون فهم کلی که ما
در شرایط تحریم و فشار و اون بادهای مخالف نمیتونیم به یه جای بزرگی برسیم، به نظر من اون درسته، اون فهمه درستیه. ولی ما اجمالاً نیازمند یک نوع همپیوندی، اتصال و اتحاد با قدرت‌های بزرگی هستیم که راه‌های گریزی رو برای ما بتونه به وجود بیاره. و به نظر من طراحی این نوع معامله ها، چه شما بگید با آمریکا یه معامله محدودی ما با ترامپ ممکنه بتونیم انجام بدیم، یعنی چیزایی بدیم چیزایی بگیریم، با اروپایی ها گرچه خب محدودتره و فکر کنم در دنباله آمریکا میتونه معنی بده، با چینی ها بدبستان های مشخصی معطوف به حل یک سری مسائل روشن روی زمین. یعنی مثلا بدبستان هایی که بتونه برای ما یه حجمی مسکن ساخته بشه تحویل بده، یه حجمی مثلا بهبود در بهره‌وری نیروگاهی، صرفه‌جویی در گاز، صرفه‌جویی در برق، این چیزایی که الان تهدیدهای جدیه برای ما، بتونه اینها رو برای ما رقم بزنه، سرمایه‌گذاری‌هایی، منابع ارزی برای ما به دست بیاره، بتونیم در زمینه گاز مثلا در پارس جنوبی سرمایه‌گذاری بکنیم، بتونیم تولیدمون رو افزایش بدیم. این چیزایی که در واقع الان ما می‌بینیم شواهدش که داره اقتصاد ما رو به سمت زیر فشار بردن میبره. این اون دستور کار اصلیه برای اقتصاد ایران و مسئله اصلی اینه که ما بتونیم این معامله ها رو شکل بدیم، سامان بدیم و به اجرا بذاریم. من نمیخوام بگم خارج از اینا ما کاری نمیتونیم بکنیم، ولی واقعیت اینه که اینجور کارها اثر بخشی که داره بسیار بسیار بیشتر از تمهیداتیه که صرفاً نگاهش به درونه، مثل اینکه ما با فلان تنظیمگری، با فلان مالیات ستانی، با فلان مثلا چیز بتونیم اموراتمون رو در واقع بهتر کنیم و بهبود بدیم. گرچه من مخالف اونها هم نیستم، ولی میخوام بگم که اونها هم ذیل یک فضای بهبود یافته، یعنی اون کشتیه که وقتی یه مقداری آروم شد و اون باد موافق اومد و به سمت یه مقداری اون ساحل حرکت کرد، اونجا حالا ببینید عملکرد ناخودا اونجا بهتر میتونه باشه، میتونه اونجا اقدامات بهتری هم انجام بده. ولی مجموعاً من تا نبینم که توی اقتصاد ایران ما یه معامله با چشم انداز خوب با این قدرت‌ها روی میز گذاشتیم و داریم در واقع با اونا کار میکنیم، فکر میکنم که موضوعات دیگه، حالا مجموعاً مسائل دیگه که شما سیاست‌های داخلی که ما به کار میگیریم و جابجایی آدم‌ها و افراد به نسبت اون اهمیت کمتری داره، مگر اینکه بگیم اون افراد و اون آدم‌هایی که در واقع دارن میان یا دارن میرن چه نسبتی با اون معامله ها دارن، یعنی آیا دارن توان ما رو برای ایجاد اون معامله ها بیشتر میکنن یا دارن کمتر میکنن. ولی مسئله اصلی برای اقتصاد ما نوع یعنی به هم خوردن نوع روابط ما با دنیای خارجه و بهبودش و اصلاحش هم دوباره از همینجا شروع میشه، از جای دیگه شروع نمیشه. ما نمیتونیم اون مسئله رو با اقدامات داخلی بخوایم بهش پاسخ بدیم. خیلی ممنون دکتر. دکتر شوقی، صحبت های دکتر دوریان شنیدیم، یه تعبیری داشتن که در واقع اقتصاد ما یعنی کلیت شبیه یک قایقی در وسط دریا که هر جا باد بوزه میره و راهکارشون در راستای همون تعبیر این بود که ما باید خودمون رو در واقع مسیر بادهای موافق قرار بدیم که حداقل به یک ساحل امنی برسیم یا نزدیک بشیم که اون موقع در واقع نقش دولت بتونه، شاید نقش کارگزار بتونه میخورده افزایش پیدا کنه تو اون مسیر. این شاید چون تو صحبت‌های حضرت عالی بود از وضعیت دولت هم مثلا اون استیضاح انتقاد کردید، میخواد نظرتون راجع به این بدونم و ما هدفمون این است به طور خاص مثلا راجع به نرخ ارز و تورم، تا حالا خب قطعا نمیشه هزار تا متغیر هست ما بخوایم بگیم مثلا فلان عدد رو به ما بگید، ولی خب یک چشم اندازی هم به ما بگید که مثلا نرخ ارز چقدر قراره افزایش پیدا کنه، ثابت میمونه؟ چون ما سال آینده به نظرم 3 تا سناریو داریم دیگه، یا وضعیت همینجوری تعلیقی میمونه یا فشار حداکثری بیشتر میشه و مکانیزم ماشه فعال میشه، یا ما یه توافق میکنیم. خب با توجه به این 3 تا سناریو کلی من میخوام نظر حضرت عالی بدونم، ولی میگم در مورد مسائل ملموس هم اگه نظرتون رو بگید ممنون میشه. بله، ببینید اگر ما در مورد این بحث متغیرهایی که اشاره کردید بخواید صحبت کنیم، من چون دولت از این نظر میگم مهمه،
چون خلاصه دولت باید یه کاری باید انجام بده دیگه. منظور من دولت هم اینه که خلاصه دولت، منم میپذیرم بحثی که آقای دکتر فرمودند، ولی دولت‌های ما تو بدتر شدن تاثیرگذار بودند. یعنی مسیر نتونستند تغییر مسیر بدند، ولی آقای دکتر دوردیان اوضاع رو تونستن بدتر کنند برخی دولت‌ها. یعنی در بدتر کردن به نظر من تفاوت داشتند و رویکردهای پوپولیستی، رویکردهای عوام فریبانه یا تعلل‌ها یا توهمات اینا بحث مهمی بوده. گیر من اصلیش این بوده که آقای دکتر دوردیان سوء محاسبات خیلی زیاد بوده، سوء محاسبات، و ما گرفتار سوء محاسبه بودیم و این سوء محاسبه، ببین الان من اگر بیام جلوی دوربین شما مثبت صحبت کنم، مثلا ذاتاً خیلی ها همین مثبت اندیشی رو دوست دارند. به ویژه من احساس میکنم که برای برخی از مسئولان ارشد کشور این ایران مثل فرزندشونه. همونطوری که ماها دوست نداریم مثلا کسی بد فرزندمون رو بگه، یا حتی اگر پزشکی بیاد مثلا بیماری فرزندمون رو بگه و این بیماری رو بیش از اندازه شروع کنه مثلا روش بحث کنه، ما ناراحت میشیم اصلا، چون فرزندمون رو خیلی دوست داریم، حاضر نیستیم که بپذیریم بدیهاش رو، ضعف‌هاش رو، بیماری‌هاش رو. لذا بالعکس از این ور هر کی خوب فرزندمون رو بگه، اصلا بگه پسر شما دختر شما خیلی خوبه، توانمند، سالمه، خوشمون میاد. من فکر کنم چون این پدیده‌ای در ذهن مسئولان ارشد ما هم هست و اونایی که خوبی ها رو گفتند و ذکر خوبی ها کردند، یا عوام فریبانه یا پوپولیستی یا به هر نحوی، اونها اتفاقا تو این سیستم ها تونستند رشد کنند و سوء محاسبات رو تشدید کردند برای آقایون. در مجموع برای سالهای آینده ناترازی ها یه سهم برجسته‌ای رو خواهد داشت در بدتر شدن اوضاع. ما امسال طعم برق و گاز رو چشیدیم و هم شرکت‌های ما هم زندگی مردم، تعطیلی‌های مکرری که اتفاق افتاد از برق و گاز شروع شد. سال آینده این به تدریج ادامه پیدا خواهد کرد. مسئله به این راحتی نیست که با چند تا نیروگاه خورشیدی و اینا بتونیم اینا رو حلش کنیم. بحث فراتر از اینه. من هنوز هیچ تصویر روشنی از ناترازی ها در کشور ندیدم. به همین دلیل خیلی نگران میشم. ببینید اگر میخوایم بیماری رو آقای دکتر درودیان حلش کنیم، هی به من میگن که شاقی راهکار بگو. میگم راهکار مرحله اول شناخت عمیق، اصیل و درستی از اون مسئله هست. شما یه گزارش در مورد آب من ندیدم تو کشور، یه گزارشی که بتونم استناد کنم بگم این تصویر درسته. هیچ گزارشی از برق، گاز، فرونشست زمین، صندوق‌ها، هنوز من گزارشی از صندوق‌ها ندیدم. ما هممون میدونیم، ببینید الان این بحثی که داریم با هم صحبت میکنیم، کسی نافی ناترازی صندوق‌ها نیست، ولی عمق فاجعه رو ما خبر نداریم. به همین دلیل بود که آقای دکتر پزشکیان بهش گفته بودن که اگر مثلا 2 ساعت ما برق رو قطع کنیم حل خواهد شد. بنده خدا اومد کلی شاکی شده بود که اطلاعات غلط بهش دادن. 2 ساعت قطع شد مثلا، ولی اینطوری نبود، وضعیت خیلی فراتر از این بود. ما هیچ تصویر روشنی از ناترازی ها نداریم. این خیلی نگران کننده است. مثل اینه که بعد چون نگرش ما هم خطیه، میگیم این مثلا مثل دیواری که نم میکشه،
میگیم خب تا حالا مثلا 5 سال نم کشیده، سال بعد هم نم ادامه پیدا خواهد کرد، ولی ممکنه دیواره بریزه ها. خب نم کشیدن ممکنه 2 سال، 3 سال، 4 سال دوام پیدا میکنه، ولی یه جا دیوار فرو میریزه، سقف فرو میریزه. پس ببینید ما اولا هیچ تصویر روشنی من از ناترازی ها در کشور ندارم و اون شدت ناترازی ها رو متغیرهای، ببینید بحث ارز، تورم، اینا مثل تبه که خودش رو نشون میده، ولی این تب یه ریشه هایی داره، یه عللی داره، اونا مهم هستند. اینا رو ما در 3 سالهای اخیر کنار این تب سنج‌هامون یخ گذاشتیم، خوب نشون نداده این علامت ها رو. لذا این ناترازی ها من نمیدونم واقعیتش سال آینده شدتش چقدر خواهد بود و اینا وقتی تشدید میشه رو هم اثر میذاره، یعنی رو نااطمینانی ها، رو نگرانی ها اثر میذاره. ببینید شبیه اینه که من یه بیماری دارم، بعد ناراحت هستم بابت بیماریم، دومیش اضافه میشه، سومیش اضافه میشه، یه جا اصلا دیگه مثل اون بیماری که مادر مرحوم من هر وقت این داروهاشو داشت و درودیان می آورد میگفت خدایا منو بکش دیگه، یعنی من دیگه طاقت ندارم. ببینید این میگفت این داروی قند منه، این داروی فشار منه، این داروی کبد منه، این داروی معده منه، این داروی فلان. هی زندگی شده بود بازی با این داروها. از صبح که بیدار میشد با انبوهی از داروها مواجه بود. حالا یه دونه دارو آدم میگه بیماریش قلبشه، بیماری کبدشه، داروهاش هم مشخصه، پزشکش هم مشخصه. ولی ببینید خودتون رو خدای نکرده من خودم رو بذارم جای یه پیرمردی یا پیرزنی که روز که بیدار که میشه با 7-8 نوع بیماری مواجهه، کمبود دارو هست، نایاب شدن دارو هست، بعد باید هی بری پیش پزشکای مختلف، خسته میشه. آیه دکتر دودیان خسته میشه. این شرایط برای دولت‌ها اتفاق خواهد افتاد. من از این نگران هستم. اگر ما مسئله‌مون آب بود میگفتیم آقا یه مسئله داریم به نام ناترازی یا بحران آب. این بحران آب هم مسئله است که واقعا جدیه دیگه، الان به نگرانی‌ها داره اضافه میکنه و راه حل‌هایی هم که دارن میدن اونقدر ساده انگارانه است که آدم خندش میگیره. یعنی اصلا ما اوستای تبدیل مسائل به کمدی تراژدی هستیم، یعنی کمیک تراژیک، هر مسئله رو ما تبدیل میکنیم به کمدی و تراژدی. راه حل‌هاشون رو دارم میگم. لذا من نگران هستم که این ناترازی ها مثل اون داروهای چندگانه مادر مرحومم یهو اصلا اعصاب ملت رو خورد کنه، دیگه ملت کشش نداشته باشند یا دولت دیگه کشش نداشته باشه. همین دولت‌های نیمبندی که ما داریم دیگه اصلا ببرند. این یه مسئله که رو اون متغیرهای ارز و تورمی که شما میگید فشار سنگین میتونه وارد کنه. ثانیاً این ناترازی ها ممکنه کنار هم جمع بشه، خروج سرمایه ما رو خیلی تشدید کنه. یعنی طرف بگه که آقا دیگه من ول کن، دیگه اصلا هیچ امیدی ندارم، میرم. به قولی اون خروج سرمایه‌مون رو یهو میبینی از عدد مثلا 10-15 میلیارد دلار یهو خروج سرمایه رو تشدید میکنه. اینا همش اینطوری نیست که دکتر درودیان ما مسائل خطی ببینیم. ما یهو میبینی آدم میبرد. مثلا چه اصطلاحی به کار ببریم؟ انسان‌هایی که فشار رو تحمل میکنن ما فکر میکنیم که سال بعد هم تحمل خواهند کرد، بعد یهو میبینی میزنن میرند دکتر. یعنی این تو زندگی های ما هم همینه دیگه. مثلا خانواده های دیدیم که خانمه یا آقای مثلا 10 سال تحمل کرده ولی یه روز تصمیم میگیره که دیگه تمام بشه و بره. اینا ناترازی ها مثل همینه. من یه تصویر هولناکی از ناترازی دارم تو ذهنم میپرورونم و نگران هستم بابت ناترازی ها و میدونم ناترازی ها حداقل 500 میلیارد دلار منابع مالی نیاز داره. جی دی پی ما 400 میلیارد دلاره، یعنی 125% جی دی پی ما منابع میخواد. با این شوخی هایی که دوستان دارن میکنن این حل نمیشه آخه. ناترازی ها 500 میلیارد دلار نه حل ها، مهار.
اصلا بخش فرونشست زمین حل شدنی که نیست، آب حل شدنی نیست. این آبی که میگیم سفره‌های زیرزمینی 50 ساله که اندک اندک جمع شده رسیده به این مرحله. حالا تو بخش برق و گاز شاید ما با 100-200 میلیارد دلار منابع بتونیم جمعش کنیم تا حدودی، ولی بخشش اصلا جمع نمیشه. پس ناترازی ها خیلی وضعیت هولناکی داره. این تحریم ها کنار ناترازی ها فشار رو سنگین میکنه، چون وقتی شما تحریم میشی سالی 60-70 میلیارد دلار منابع نفتیت رو از دست میدی. نفت ما 60 میلیارد دلار، 55-60 میلیارد دلار بوده. در اون دور اول تحریم ها ما 30 تاش رو از دست دادیم. نفت ما شد 23 میلیارد دلار، 26 میلیارد دلار. البته کرونا هم بود، قیمت جهانی نفتم اومده بود به زیر 40 دلار. البته الان من امروز اتفاقا هر روز که من بیدار میشم 10 تا شاخص رو هر روز کنترل میکنم. یکیش نفته. نفت ما الان 68 دلاره. نفتی که در جهان هست اومده پایین رو 68 دلاره. حالا اینکه از ما چقدر میخرن و چقدر پولش رو به ما میدن و اینها 15-20 تاش رو که ما کم کنید یه بحث دیگری. پس این تصویر رو شما تو ذهنتون باشه. این یه دولت مقتدری هم میخواد. خلاصه ببینید در شرایطی که زمین صاف، راننده خلاصه هر کسی میتونه حرکت کنه، وقتی میفتی توی مسیری که سرازیریه، اینجا اون راننده ماهر و غیر ماهر خودش رو نشون میدند. تو جایی که جاده صافه راننده ماهر و غیر ماهر خیلی تفاوتی نداره، چون خلاصه شما کلاج رو باید بگیری و دنده رو بزنی و حرکت کنی و گاز بدی حرکت کنی. ولی وقتی سرازیریه اون راننده ماهر میتونه یه جایی صدمات رو و خطرات رو کمتر کنه. خب اینم یه بحث. لذا حالا اگر برسیم رو بحث تورم و ارز هم من یه تصویری اگر به شما بدم. تورم امسال احتمالاً 33 تا 35% خواهد بود. تورم سال 403 ما. نه 403 ما. میانگین هندسی تورم 3 سال اخیر 42% بوده. میانگین هندسی تورم 3 سال دولت 13 42% بوده. میانگین تورم 97 تا 402 ماه هم یه چیزی اولوش نزدیک 40% بوده. سال آینده دلار 90,000 تومانی تورمش از خرداد اثراتش به ما خواهد رسید. یعنی این آقای دکتر همتی رو که استیضاح کردند اثرات تورمی دلار 50 تا 60 تومن 70 تومن بود، یعنی تو این رنج اثراتش بود. اثرات تورمی دلار 90,000 تومن از خرداد به بعد به ما اصابت خواهد کرد. هم نیمای 40 تومن به 68 تومن، هم درست دارم میگم دیگه 42 تومن به 68 تومن و بازار حالا اسمشو بذاریم آزاد یا غیر رسمی 64,000 تومن تا 90,000 تومن. اثراتش رو خرداد خواهیم دید. البته تو آرام آرام بدتر خواهد شد دیگه. یعنی تورم همین ماه اخیر که اعلام شد مرکز آمار یه افزایشی داشت، ولی این تورم سال آینده تورم از این کانال، از کانال ارز دارم میگم، از کانال ارز. خب ببینید ما سال آینده تمام بنگاه‌های تولیدی ما دکتر درودیان با ناترازی‌ها گرفتار خواهند شد. از حیث تولیدشون گرفتار خواهند شد. این که من هنوز تصویری ندارم واقعیتش. صادرات غیر نفتی ما که بخشش به واسطه ناترازی‌ها کاهش پیدا خواهد کرد چقدر خواهد بود؟ این یه سواله. من نمیدونم. این یه سواله که باید دوستان، کسی هم نمیگه اینها رو. یعنی من با خیلی از این مسئولان که میشینم تصویر نداریم همین رو. من میگم که به من بگید اگر ناترازی‌ها با همین مسیر رو ادامه کنه یا تشدید پیدا کنه چقدر صادرات غیر نفتی ما میاد پایین. 2. اگر تحریم ها تشدید بشود صادرات غیر نفتی ما چقدر میاد پایین. ما که میدونیم نفت ما میاد پایین، اون یه بحث دیگری است. رو غیر نفتی ما آقای دکتر تو ذهنتون باشه صادرات غیر نفتی ما حدود 50 میلیارد دلار تو ذهنمون باشه. 50 میلیارد دلار. زمانی که در فشار حداکثری دور اول
10 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ما اومد پایین. در فشار حداکثری دور اول 10 میلیارد دلار اومد پایین. نفت ما هم از 55-60 میلیارد دلار اومد شد 2 سالش 23-26. البته کرونا هم گفتم تاثیر داشت کاهش قیمت نفت، ولی ما روزانه حتی روزهایی داشتیم 300,000 بشکه 500,000 بشکه هم بود کاهش صادرات نفت ما. لذا چنین تصویری ما داریم. ما الان بحث شما به من میگید قیمت دلار چقدر خواهد بود، من میگم که به من بگید صادرات غیر نفتی ما چقدر خواهد بود. اگر هر چقدر صادرات غیر نفتی ما بیاد پایین، من یه تصویر چند تا عدد بگم، ما حدود 20 تا 25-30 میلیارد دلار قاچاق داریم، واردات غیر رسمی داریم. 10-15 میلیارد دلار هم شما خروج سرمایه رو بگیرید. حدود 70 میلیارد دلار هم واردات رسمی داریم. 70 با 30 میشه 100، 20 میشه 120. سقف منابع ارزی مورد نیاز ما در کشور 120 است. چفش هم شما بگیرید 100 تا 105 تا. این اون تصویر منابع ارزی ما. اینور ما 60 تا نفت صادر می‌کردیم، 50 تا هم غیر نفتی، میشه 110 تا. حالا هر چقدر به اون 2 تا بخش فشار بیشتری وارد بشه، فشار میاره رو ناترازی ارزی ما. البته باز هم خطی دارم تحلیل میکنم، خدای نکرده اگر خروج سرمایه تشدید بشه اینا یه بحث‌های دیگری اتفاق میفته. من این حالی که دارم تحلیل میکنم اگر شرایط عادی باشه، یعنی با همین وضعیت تصویر کنیم، ما بازار خواهیم داشت برای ارز. بازار داریم. حالا تو بازار ممکنه 130,000 تومان باشه، اعدادی که میگن 120,000 تومان باشه، الان 90,000 تومنه. بازار غیر رسمی رو دارم میگم، بشه 120 یا 130. این زمانی است ما بازار داریم. ولی اگر خدای نکرده شرایط از کنترل خارج بشه، اصلا ما بازاری نداریم در موردش داریم صحبت کنیم. اون موقع شرایط خیلی خطرناکتر و بحرانی تر میشه. رو تورم هم در حالت سناریوی بدبینانه شماره 1 اگر بخوایم تحلیل کنیم، یه چیزی اولوش شما بالای 40 تا 50 رو باید ببینید. 40 تا 50 رو. بین این عددها باید ما عدد تورم رو ببینیم. ولی تو ذهنت آقای دکتر شما هم تو ذهنت باشه، بازم باید بیشتر با دوستان مختلف دارم من صحبت میکنم. ما الان 7مین سال تورم 2 برابر میانگین بلند مدت ماست. از 97 پی در پی بوده. من از خیلی از دوستان سوال میکنم که چند سال تورم‌های بالا باید پشت سر هم باشه تا کشور وارد ابرتورم بشه؟ 5 سال، 7 سال، 10 سال پشت سر هم. یادتون باشه وقتی تورم‌ها پشت سر هم تورم‌های بالایی میشه، شرایط رو مستعد ابرتورم میکنه. چرا؟ چون من حساب کردم مثلا تورم حدود مثلا 952%، تورم 40% سال بعد، اگر تورم 40% باشه معادل 952% سال 97 از لحاظ شدت. تورم 40% سال بعد معادل 952% تورم سال 97 از لحاظ شدت دارم میگم بر مردم که وارد میشه. اینا تو محاسبات ماها باید نیست. یعنی ما نگفتیم که اگر 10 سال تورم 50% به اقتصادی وارد بشه میریزه. چند سال؟ این بعد یه تحلیلی باید با اقتصاد ایران و سایزش، با معیشت مردم، شکاف و حقوق دستمزد با تورم ها، انباشت اینها از هم، فقری که داره اتفاق میفته، میدونید اینا همش میتونه رو تحلیل های ما اثرگذار باشه. ببخشید. درست. خواهش می‌کنم دکتر. صحبت های دکتر من در نمیاد قطع کنم، خیلی جدی و خوب بود. بحث اولشون کلا این بود آقای دکتر میگفتن ما میدونیم مثلا تو بحران ناترازی داریم، مثلا تو صندوق ها مشکل داریم، ولی عمق بحران رو نمیدونیم، شدت عمقش رو نمیدونیم. این یه نکته مهمی بود. حالا مثلا بحثی که برای ناترازی مهار ناترازی ها 500 میلیارد دلار عرض کردن و بحث تورمی که این اخیراً فرمودن، خب نکات مهمی بود. من میخوام از همین آخر شروع کنم که حضرت عالی هم دیدگاهتون رو بفرمایید و
تا سوال بعد که انشالله میخوایم که ببینیم مثلا چرا ما اینجوری شدیم. سوال بعدیمون هست البته. من در مورد ناترازی‌ها چیزی که به نظرم میاد همچنان اینه که ناترازی‌ها یک روند در واقع بدتر شدن تدریجی دارن. یعنی سنخشون اینجوریه، جنسشون اینجوریه، دفعتا نمیتونن خیلی بد بشن. مثلا سال به سال میبینید برق هی کم میشه، کمتر، گاز هی افت میکنه فشارش، نمیدونم بانک ها هی بیشتر تو فشار میرن، صندوق های بازنشستگی آروم آروم وضعشون بدتر میشه. گرچه اینا اثرات اقتصاد کلانش به شکل مضاعفی افزایش پیدا میکنه. منتها یه نکته‌ای که فرمودن اینجا مهمه، اونم بحث اعتراضات اجتماعیه. یعنی ممکنه یهو اینها باعث یک گسستای اجتماعی بشه که خب تقریبا وقتی ما نگاه میکنیم به 7-8 سال اخیر در ایران، ما یک کشوری هستیم که هر چند سال یه بار یه شورش و یه اعتراضاتی داریم که خیلی واضحه که این مسائل اصلیه که روش تاثیر میذاره و این شورش ها رو وجود میاد. و اگر یه همچین وقایعی اتفاق بیفته، اثرات مخرب بسیار شدید داره بر همه شؤون در واقع اقتصادی و غیر اقتصادی. کما که اگه یادتون بیاد مثلا اعتراضات آبان 98 که بعدش منجر به ترور سردار سلیمانی شد و بعدش وضعیت ارضی و بعدش اصلا یه افول چشمگیری در کشور ما به وجود آورد. حتی اعتراضات 1401 و بعدش اون جهشی که در قیمت ارز به وجود آورد، نرخ‌های تورمی که بسیار بالا افزایش پیدا کرد بعد از اون، این موضوع محتمله که ما ناترازیامون به تدریج داره در واقع اقتصاد ما رو بدتر میکنه، ولی ممکنه یه پس‌زنی‌های اجتماعی خیلی شدید و ناگهانی رو شاهدش باشیم. یکی از مسائلی که ما الان باش روبرویم در بین همه این عدم تعادل‌هایی که ذکرش رفت، موضوع مهاجرته. مثلا مهاجرت و حالا هم از جنبه در واقع از دست رفتن سرمایه‌های انسانی. حالا سرمایه انسانی میگیم، قبلا مثلا بحث مغزا و اینا بود، الان بحث متخصصین و تکنسین‌های ساده است حتی، که اینا خیلی اثر بد میذاره، اثر منفی میذاره و اینا البته بازم در بلند مدت خودشون نشون میده. چون مهاجرت برای طبقه‌ای که توی ایران در واقع آدمای موفقی هستن و مثلا این مهارت ویژه‌ای دارن، درآمد خوبی دارن، این سر مهاجرت برای اونا هزینه خیلی بالایی داره، یعنی هزینه فرصت از دست رفتنش بالاست. ولی این روندی که ما الان توش هستیم، به تدریج آروم آروم می‌بینیم که ایران از نیروی متخصص به میزان زیادی داره تهی میشه. این یه جنبشه، یه جنبه مالیشه. یعنی ما الان یه حجم خروج سرمایه قابل توجه داریم برای ایرانیای مهاجر که رفتن اونجا، ولی خب اونجا چون حجمشون خیلی زیاده، آدما خیلیاشون هم متخصص نیستن، از ایران تغذیه میکنن، از ایران ارتزاق میکنن. من فکر کنم این موضوع یکی از عوامل توضیح دهنده ملموس نبودن بهبود اقتصادی در ایرانه. شما الان نگاه میکنید میبینید مثلا ما رشد مثبت داریم، حتی رشد درآمدسرانه‌مون هم مثبته در بعد 1400. یعنی به ازای هر ایرانی وقتی درآمد ملی رو حساب میکنید میبینید بالا رفته، ولی وقتی میبینید در عمل نگاه میکنید میبینید که مردم حقوق و دستمزدگیرای ثابت که عمده نیروی کار ما هستن و اینا از تورم جا موندن. این تناقض خیلی بزرگیه. اگه درآمد سرانه‌ای ما داره رشد مثبت نشون میده، ولی پس چرا مثلا دستمزدای ما در سال 1400 32.5% رشد کرده، تورم ما 40.2%. در سال 1401 که حالا استثناء بوده، میدونید وزیر کار وقت اومد دستمزد افزایش زیادی داد، 47.5%، تورم 45.8، یعنی تقریبا برابر. ولی بعدش 1402 رشد دستمزد 24%، تورم 40.7. حالا تورم مرکز آمار 40، میگن تورم بانک مرکزی که البته اعلام نمیکنه 50%. در سال 1403 رشد دستمزد 28.5%، تورم هم فرمودن احتمالاً چیزی بوده 34-35%. یعنی به طور ممتدی داره قدرت خرید کاهش پیدا میکنه توی این اقتصاد، ولی رشد مثبت، رشد اقتصادی مثبت. این موضوع به نظر من یکی از علل توضیح دهندش خروج سرمایه است. چون خروج سرمایه اصلا کارکردش اینه، یعنی شما اقتصادت تولید کرده، رشد کرده، ولی منافعش نیست. یعنی اون رفاه باید ایجاد کنه برای مردم دیگه، ولی نمیکنه. چرا؟ چون اصلا داره انتقال پیدا میکنه. مثلا
خروج سرمایه یعنی همین دیگه، یعنی یه چیزی پولی میره چیزی معادلش نمیاد، برعکس واردات که میگه فرار سرمایه یا خروج سرمایه. یعنی واردات یعنی ما یه چیزی میدیم به خارج یه کالایی میگیریم، خروج سرمایه یعنی ما میدیم به خارج چیزی هم نمیگیریم. فکر میکنم اون شکافی هم که ما بین رشد نقدینگی و تورم داریم، شما یکی از ویژگی‌های عجیب اقتصاد فکر کنم مثلا در دنیا شاید کیس باشه. حالا من اشراف روی 200 کشور تاریخ سابقه‌شون ندارم، ولی بعید میدونم یه همچین کیسی توی دنیا وجود داشته. من لااقل میتونم بگم توی 20 سالی که دارم اقتصاد میکنم ندیدم یه هم چیزی رو که در یه اقتصادی در طول 3 سال و بلکه بیش از 3 سال نرخ رشد نقدینگی زیر نرخ تورم باشه، در حالی که نوعش عرفش آقای دکتر میدونن در اقتصاد اینه که رشد نقدینگی معمولا نرخش بالاتر از تورم. شما سالهای قبل ایران هم نگاه کنید معمولش اینجوریه، یعنی ما اگر 20% تورم داریم مثلا 27% رشد نقدینگی داریم، 30% رشد نقدینگی داریم، حتی 40% رشد نقدینگی داریم، ولی تورممون هست مثلا 20%، 25%. چرا؟ به دلیل اینکه نقدینگی بخشیش صرف کالا و خدماتی میشه، صرف خرید محصولاتی میشه که تولید اون دوره نیستن یا مثلا بازار مالی هن. یعنی اثر تورمی ندارن، اثر رشد اقتصادی هم ندارن، گردش میکنه توی یه فعالیتایی که حالا مثلا بگیم سفت بازانه یا مثلا دست دوم یا همچین چیزی. و یه بخشی از نقدینگی هم در واقع لزوما گردش نمیکنه توی همون دوره. شما مثلا نسبت‌ها رو نگاه کنید توی دنیا، نسبت نقدینگی به تولید ملی در دنیا یه نسبت رو به افزایشه، یعنی رشد نقدینگی از در واقع نه تورم به اضافه رشد اقتصادی هم بالاتره حتی. ولی شما در ایران نگاه میکنید میبینید رشد نقدینگی نه از تورم به اضافه رشد اقتصادی که مثبت پایین‌تره، بلکه حتی از خود تورم هم رشد نقدینگی پایین‌تره. مثلا در سال 1400 ما رشد نقدینگی از 39% و تورم هست 40.2. 1401 رشد نقدینگی ما 31%، یعنی یک کاهش مشهودی نسبت به سال 1400. تورم ما 45.46% میره بالا تورم. 1402 رشد نقدینگی 24.3 که یک رشد نقدینگی بسیار پایینه برای موقعیتی که ما در اقتصاد ایران شاهدش هستیم. یعنی یک رفتار انقباضی بسیار تند این کاهش رشد نقدینگی که من همیشه از این سیاست‌ها انتقاد کردم، ولی تورم 40.7 اصلا محل نمیذاره به این کاهش رشد نقدینگی. حالا در امسال که داره تموم میشه 1403 رشد نقدینگی 27% و تورم هم بازم همچنان 35، یعنی در حالی که میگم قاعدش اینه که تورم باید بره زیر رشد نقدینگی چون شما رشد اقتصادی مثبت داری. چرا این اتفاق نمیفته؟ یه علتش اینه، حالا یه علتش کلا انتظاراته به طور کلی در ایران، انتظارات مردمی که مردم فکر میکنن چی میشه. حالا این آقای دکتر میگن سال بعد خیلی وضع خرابه، خیلی ها اینجوری فکر میکنن بین مردم. اصلا بحث این که درسته غلطه به کنار، همین که آدما فکر کنن اوضاع به هم میریزه این باعث میشه که آدما حاضر میشن که وقتی قرارداد مینویسن تو قراردادشون یه در واقع اینو لحاظ میکنن، اینو وارد میکنن. اگه میخواد کالا بخره، دارایی بخره، همین الان میخره سریعتر. اگه میخواد بفروشه به قیمت پایین حاضر نیست بفروشه. اینا میاد اثر میذاره روی نرخ تورم. پس یه علت این که تورم ما بالاست اینه که اساسا تورم ما به میزان زیادی برمیگرده به اینکه مردم در آینده چی فکر میکنن چه اتفاقی قراره بیفته. نه اینکه نگاه کنم ببین رشد نقدینگی، این نمیگم بی تاثیر رشد نقدینگی، ولی ببین خیلی توی این بافت کم اثره، اون کمترین اثرش رو نشون میده. این یه موضوعه که در واقع تاثیرگذاره. یه موضوع دیگه شما همون که گفتم خروج سرمایه است. یعنی شما به ظاهر میگید رشد اقتصادیتون مثبته، چون الان فرمول رابطه مقداری اینجا میذاری اصلا به هم میرزه همه چی دیگه. یعنی تورم رو با رشد اقتصادی جمع میکنی، همین الان تورمش از رشد نقدینگیش بالاتره دیگه، چه برسه به اینکه تورم و رشد اقتصادی هم جمع بکنی اصلا یه فاصله خیلی زیادی. بعد اینا معمولا میگن آقا اینا موقتیه، مثلا یه سال بعد درست میشه، سال بعد میبینیم ما سال به سال داره میره، همین داره تکرار میشه، این اتفاق داره ادامه پیدا میکنه. به نظر من اینم باز خروج سرمایه هم توش تاثیر داره. یعنی ما رشد اقتصادیمون ظاهرا مثبته ولی عملاً مثبت نیست و منفیه و اون چیزی که داره از اقتصاد ما خارج میشه معادل اون به این اقتصاد بر نمیگرده. یه جنبه این که ما در سال آینده وضعیتمون از نسبت به امسال افت میکنه از منظر همون درآمد نفتی که من عرض کردم، اینه که
به هر حال تولید نفت و فروش نفت یه مقداری افزایش پیدا میکنه، بالا میره. مثلا شما از زیر 1 میلیون بشکه‌ای که در زمان فشار حداکثری ترامپ بود اومدید رفتید بالا به 2 میلیون، بالای 2 میلیون، ولی این نمیتونه همینجوری رشد بکنه که. ما الان خیلی خوشبینانش اینه که میگیم همین اندازه بمونه، یعنی ما بتونیم 2 میلیون بشکه نفت بفروشیم برای سال آینده، که من فکر میکنم که خیلی غیر واقع بینانه نخواهد بود به دلیل اون توضیحی که گفتم که اینا فشار حداکثری رو بعیده که در همون ماه‌های اول بخوان شروع بکنن، ولی خب رشدی هم نمیکنه و یعنی شما یه توقفی رو مشاهده خواهید کرد و این توقف خب روی رشد اقتصادی ما تاثیر میذاره. شما اگه ارزش افزوده بخش نفت رو که عمدتا ناشی از همین تولید صادرات نفته نگاه بکنید، در سال 97 که سال بدی بوده برای اقتصاد ما، یعنی برجام خراب شده، ارزش افزوده بخش نفت منفی 18% و رشد اقتصادی ما منفی 3%. سال 98 ارزش افزوده بخش نفت منفی 36% رشدش و رشد اقتصادی ما بازم منفی 3%. یعنی کاملا معلومه اون منفی. 1399 ارزش افزوده بخش نفت میشه 9.6 مثبت میشه، رشد اقتصادی ما میشه 4% مثبت میشه. 1400 10% مثبت نفت، 4.4 مثبت اقتصاد. 10% دوباره مثبت نفت، 4% مثبت اقتصاد. 1402 14% نفت مثبت، 4.5% رشد اقتصاد. یعنی 1403 6% رشد نفت. ببین گفتم آروم آروم افت میکنه اون رشد دیگه، نمیتونه هی ادامه بده. رشد اقتصادی ما شده 3.1 توی 9 ماه، یعنی کاملا نعل به نعل داره با این بخش نفت حرکت میکنه و احتمالاً این مثلا 6% توی سال بعد مثلا به 3% 4% رشد اقتصادی ما یه مقداری تنزل پیدا میکنه، با فرض اینکه گفتم فشار حداکثری اعمال نشه، همین ما وضعیت فعلیمون رو داشته باشیم که فکر میکنم محتمله. و این خب رشد اقتصادی ما رو کم میکنه. نرخ تورم من فکر میکنم برای سال آینده یه بازه 35-6% تا 40% رو ما خواهیم دید. قیمت ارز رو اگر التهابات اجتماعی و اعتراضات خیابانی و اینا اتفاق نیفته فکر میکنم یه بازه بین 120 مثلا 120 تومن تا 130 خورده‌ای رو خواهد دید. اگر ما اعتراضات داشته باشیم و ناآرامی‌های اجتماعی داشته باشیم این عدد میتونه خیلی بالاتر از این باشه، کما اینکه در 1401 و 1402 دقیقاً همین اتفاق افتاد. باز یه محل نگرانی اینه که ما الان یه سالیه که قیمت مسکن در کشور ما آرومه. من فکر میکنم رشد قابل توجه قیمت طلا خیلی تاثیر داشته. یعنی شما الان آدمای مختلف رو نگاه میکنید همه دنبال اینن که طلا بخرن، چیزی بردارن برن طلا بگیرن و مسکن یه مقداری از چشم افتاده و از سکه افتاده که حالا یه بخشیش خوبه به جهت اینکه بالاخره میدونید خود مسکن یه نیروی تورمزاست در اقتصاد ما. قیمت مسکن جهش میکنه، همه چیز متناسب با اون هزینه فرصتش افزایش پیدا میکنه. چون شما حتی چه میدونم کیف و کف شده من موبایلم ببینید اون داره توی مغازه فروخته میشه و اون مغازه اجاره داره و اجاره نسبتی داره با قیمت خرید و فروشش. این فعلا آرومه. اون جنبه مثبتش اینه که ذره جلوی این تورم رو میگیره که بیشتر از این بشه. یه جنبه منفی هم داره البته، اونم اینه که تولید و ساخت مسکن رو به شدت داره کاهش میده و انگیزه‌ای نداره و بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش مسکن میبینید که در واقع رفتن تو فعالیت طلا و دنبال اینجور چیزا، در حالی که خب اون یه فعالیت مولده، این یه فعالیت غیر مولده و این اثر منفی داره و البته در نهایت اون کاهش عرضه اثر خودشو میذاره و این جهش در مسکن هم اتفاق میفته. اگر این اتفاق سال بعد بیفته و قیمت مسکن ما اون در واقع آرامشی که توی این یه سال و نیم داشته رو از دست بده، ممکنه باز نرخ‌های تورم ما از عدد 40% هم مجددا فراتر بره که به نظر من این اتفاق هم خیلی اتفاق دور از واقعیتی نیست. خیلی ممنون آقای دکتر. پیش بینی اساتید راجع به نرخ ارز تقریبا مشابه بود و تورم هم تقریبا یه رنجی بیان کردن. حالا تو کشور ما مثلا من آمار صندوق بین‌المللی پول رو می‌دیدم، مثلا ایران و ترکیه و عربستان و امارات و اسرائیل رو من مقایسه کردم. خب بین این 5 تا کشور که من به عنوان حالا رقیب حالا اقتصادی هر چی تو منطقه دیدم و بررسی کردم، متأسفانه ما از همه پایین‌تریم. یعنی جی دی پی ما از همه پایین‌تره، درآمد سرانه‌مون پایین‌تره، چه
حالا بر اون قدرت خرید حساب کنیم چه اون روش GDP بر جمعیتش در واقع. بعد چشم اندازش تا 2030 و 2029 بازم همین روند هست، یعنی ما تا اون منطقه بریم ما عقب میافتیم، ولی تو همون رنج مثلا کشوری مثل ترکیه 3 برابر ما میشه GDP، شاید هم بیشتر، که خب این خطراتی داره برای ما دیگه به عنوان کشور منطقه‌ای. من می‌خواستم ببینم این در حالیه که حالا اخیراً هم یه آمار اومده بود بیرون، ما سال 2000 اینا خب از عربستان و ترکیه GDP اون بیشتر بود، این وضعیت بهتری داشتیم. و سوال اصلی من از هر دو استاد بزرگوار اینه که ریشه اصلی این چیه؟ چرا ما اینجوری شدیم؟ حالا میخوام یه خورده کوتاه‌تر پاسخ بدین چون وقتمون به پایان هست به این مسئله پرداختم. چرا اینطوری شدیم؟ آره این وضعیت واقعا چرا هم عقب افتادیم؟ اول شما من این سناریوهای بدبینانه‌ای که چیدم، این که اتفاق میفته چقدر احتمال داره اتفاق بیفته، اینا هیچ کدوم هیچ برداشته و سنسی نداریم که احتمال چقدره. دلیلش هم اینه که به سال آینده مکانیسم ماشه سال پایانی برجام دوره 10 سالشه، احتمالاً مهر یا آبان اون بحث فعالسازی مکانیسم ماشه است. من امروز دیدم که خبری اومد که کشورهای اروپایی اون 3 تا کشور به اضافه 2 تا کشور دیگه شروع کردند احتمالاً تا خرداد اگر بخوام مکانیسم ماشه رو فعال کنن، اگر ردیابی کنیم باید تا خرداد عملاً مسیر تشدید رو طی کنن و نقض و اینها رو طی کنن تا اون مکانیسم ماشه رو فعال کنند. این که چقدر احتمال داره اون فعال بشه و اینا همش مهمه. بعد میزان فشار حداکثری کی میخواد شروع، یعنی منظور کی نه، از لحاظ شدت روی این مسائل همش مهمه، روی این موضوعات که باید با هم صحبت میکنیم. حالا اینکه ما واقعا میتوانیم و چه اقداماتی انجام بدیم، من باز معتقد هستم که میشه کارهایی کرد، ولی اصل استراتژیمو گذاشتم رو تسلط و احاطه دولت بر اقتصاد. اگر اون اتفاق بیفته، مثل این ماشینی که تو سرازیریه ولی راننده چون حرفه‌ایه، اسمشو بذاریم احاطه داره بر خودرو، میتونه خودرو رو مهار کنه و میتونه حداقل تبعاتش روی تبعات این سرازیری رو کمترش کنه و شدت برخوردش رو به کوه و اینور اونور کمتر کنه. پس استراتژی رو بذاریم احاطه دولت بر اقتصاد، که ما الان فرصت نشد که من راهبردهایی رو بگم برای این موضوع، برای بحث تسلط دولت و احاطه دولت. ما وقت داریم اگه میخواین بفرمایید. آخه من فرصتم، یعنی من باید دیر شد دیگه، یعنی ما یه مقداره. ولی باز هم اگر دولت مثلا بخواد، باید حداقل عملا تسلط دولت بر گردش پول یعنی ریال، تسلط دولت بر منابع و مصارف ارزی کشور، تسلط دولت بر کالاهای استراتژیک، تسلط دولت بر دارایی‌های مالی. منظور از تسلط که دارم میگم رصد، نظارت و مدیریت دارایی‌های مالی و حتی غیر مالیش. این یه مجموعه است که اگر دولت بتونه احاطه پیدا کنه، میتونیم امیدوار باشیم که تبعات این تحریم‌ها رو و یا ناترازی‌ها رو کاهش بده، حیف و میل منابع ما رو کاهش بده، اتلاف منابع رو کاهش بده و بتونه مدیریت کنه. پس این که ما احساس کنیم که خب اتفاقاتی داره میفته و منفعل دولت هم نمیتونه کاری بکنه، این گونه نیست. من اسمش رو تو ذهنم همیشه این رو گذاشتم، یعنی گفتم استراتژی رو بذارم تسلط احاطه دولت بر اقتصاد با این بحثایی که اشاره کردم که در حوزه ارز میتونه اثرگذار باشه، یا در حوزه بحث تولید و اینها هم واقعا تغییر ریل میشه داد، با این که میدونم زینفان بزرگی پشت صحنه هستند، ولی این یه هنر مردان بزرگ تو این شرایط دیده میشه، یعنی تو این شرایط دیده میشه که الان حالا یه روزی بعد اگر خواستید بعد مفصل بشینیم رو بحث راهبردها و توصیه‌ها و راهکارها هم صحبت کنیم. ولی این که چه شد ما
این اتفاق افتاد تقریبا ما تا سال 2010 اقتصادمون با اقتصاد عربستان و ترکیه هم اندازه بوده و از اون تاریخ شکاف بین ایران، عربستان و ترکیه شروع شد. الان ترکیه حدود بیش از 2 برابر اقتصاد ایرانه، به قدرت برابری خرید، البته میگم تولید ملی به قدرت برابری خرید، حدود 3 تریلیون دلار ترکیه حدود 3 تریلیون دلار. عربستان هم 30 تا 40% بیشتر از ماست اقتصادش. ولی مسیر اصلاحاتی که اونا شروع کردند در آینده این فاصله و شکاف بیشتر خواهد شد. از یه طرف ما درگیر خودمون شدیم، درگیر چالش‌های درونی خودمون شدیم به اضافه تحریم‌ها. اونا بالعکس الان عربستان و ترکیه اصلاحات بزرگی رو شروع کردن که اثراتش در آینده خودش رو نشون خواهد داد. آینده یعنی 5 سال بعد. ما مثل خانواده‌ای شدیم که اونقدر بار سرمون ریخته دیگه اصلاً همسایگان یا کسانی که باشون داشتیم چشم همچشمی میکردیم هم دیگه نمیبینیم. اصلا دیگه اونقدر دردها و مصائب بیشتر شده که دیگه اصلا ذهنمون به اونها نمیرسه که حالا اون همسایه ما، اون رفیق ما، اون فامیل ما که داشتیم تو زندگی چشم همچشمی میکردیم و رقابت میکردیم و اینا چگونه شدن. اصلا از اون مرحله گذشته مسائل ما یه گروه مسائل بسیار حاد ناترازی های داخل رو گفتم داریم به اضافه تحریم ها و دیگر مسائلی که از نارضایتی ها و این هاست که شروع شده. آقای دکتر یه مطلبی رو اشاره کردن به نام مهاجرت. من حالا میخوام بگم که اونقدر دیگه ما فهممون از سرمایه انسانی کم شده، اونایی که میرن و ما نمیبینیم. ببینید اینا رفتنشون یه ایراد دیگه داره که نظام اداری و حکمرانی ما رو خالی میکنه از آدمای متفکر. بعد اون خسارتش یهویی سنگین‌تر هم میتونه باشه دیگه. بعد جاشون رو میدن به متوهمین دانایی، توهم دانایی. این توهم دانایی میشه سوء محاسبات رو شدت میبخشه و قدرت تشخیص رو هم از ما میگیره. دیگه نمیفهمیم که اونقدر دیگه اون آدمای متبحر، آدمای حرفه‌ای رو از دست بدیم، حتی دیگه تشخیص نمیدیم که کی داره حرف درست میزنه. یعنی درگیر متوهمین دانایی میشیم، اوضاع خیلی بدتر میشه. لذا اون بحث از 2010 شدت گرفت، فاصله ما با رقبا شدت گرفت، تحریم ها اثرگذار بود واقعا و فاصله‌مون توی این 14 سال خیلی زیادتر شده. بعد توی این سالهای اخیر اونها اصلاحاتی رو شروع کردند، اصلاحاتی در جهت تنوع سازی منابع درآمدیشون. مثلا عربستان استراتژیش رو گذاشته مدل اقتصاد غیر نفتی بر پایه متنوع سازی بخش‌های غیر نفتی خودش در حوزه‌های مختلف. و پروژه بن سلمان هم این بوده که میگه من تمام مسیرم اینه که با هر کسی که دست دوستی میدم یا دست رفاقت میدم ببینم به جی دی پی من چقدر داره اضافه میکنه و دنبال اینه که یه آرامشی فعلا در کشور عربستان با دنیا تنشی وجود نداشته باشه بین عربستان و دنیا که اون مسیر خودش رو طی کنه. همون کاری که هندی ها هم انجام میدن، اندونزی هم انجام میده، هر کدوم به راهبرد خودشون. ترک ها هم به همین ترتیب، با اینکه ترک ها گرفتار تورم‌های بالا بودند ولی در حوزه متنوع سازی اقتصادشون خیلی کار کردن. ما اصلا سایز بحثامون دیگه با اونها همخوان نیست. سایز بحثامون همخوانی نداره. درگیر مسائل خودمون شدیم، اونقدر مسائلمون حاد شده و نتونستیم حل کنیم. دیگه از اون اصلاحات بزرگ ما دور افتادیم. الان تقریبا ببینید در حوزه بخش خصوصی فکر کنم ما در بدترین شرایط از لحاظ اهمیت بخش خصوصی الان داریم سپری میکنیم. پارلمان ضعیف، پارلمانی که هر کسی به یه جایی کشونده، اصلا پارلمان رو هم ما حکومتیش کردیم. پارلمان بخش خصوصی رو دارم میگم.
من بازار سرمایه رو وقتی نگاه میکنم به عنوان یکی از نمادهای ارزیابی اقتصاد ایران، 30 تا شرکت اولش را دکتر درودیان نگاه کردم، 30 تا شرکت اول بازار سرمایه رو. از این 30 تا 26 تا شبه دولتی هستند. شبه دولتی یعنی یه شترگاو پلنگی که مدیریتش با دولت، اوضاعش هم خیلی بدتر از دولت، چون دیگه اصلا نظارتی هم نیست. یه اقتصاد شبه دولتی شترگاو پلنگی. از 30 تای اول بازار سرمایه 26 تا شبه دولتی است، یعنی سهام عدالت به اضافه دولت، این منظور ترکیب دارم میگم، ما به اضافه برخی صندوق ها، مثلا شما فارس رو نگاه کنید، بانک ملت رو نگاه کنید، یا همه یا حوزه‌های مختلف رو، از اون 30 تا 26 تاش اینطوری، 2 تاش مال صندوق هاست، نهادهای عمومی غیر دولتی و صندوق ها. 2 تا بخش خصوصی داریم که یکیش هلدینگ میتکو پاسارگاده، یکیش مثلا تو اون 30 تا یکیش اینه. حالا میخوام بگم ببینید این تصویر به من میده. از این بازار سرمایه من دیدم 15% بخش خصوصیه، بعد مابقیش 50 تا 55% شبه دولتی هاست، بعد 5% دولت به معنای واقعی دولته، چون دولت در اون شبه دولتی هم هست. 25% حدوداً مال نهادهای عمومی غیر دولتی و صندوق هاست. 2.5 تا 3% هم نهادهای اقتصادی رهبری است. اگر این تصویر رو درست گفته باشم، می‌تونیم این تصویری داریم. از این تصویر اقتصاد بیرون نمیاد. این تصویر ازش راند، ناکارآمدی، عدم بهره‌وری، بعد بزندررویی، بعد رفقا رو چیدن تو هیئت مدیره ها، هر تصویر بدی شما به من بگید از این تصویری که ساختم براشون، از شما براشون در میاد. اگر تو این تصویر یه نفر بیاد به من بگه که خیلی داریم خوب کار میکنیم، باید شک کرد رو حرفاش. این تصویری نیست که از توش اقتصاد رقابتی شفاف سالم رو به جلو در بیاد. میخوام بگم خب موتور محرک اقتصاد ما، موتور محرکی دیگه نداریم، نفت رو از دست داریم میدیم، بخش خصوصی ضعیفی هم داریم و تفکر نفت نداریم، ولی تفکرمون همچنان نفتیه. لذا این برگردوندن این کار یه دگرگونی‌های عظیمی باید درون اقتصاد اتفاق بیفته که متاسفانه ذی‌نفعان بزرگی پشت صحنه هستند. اینا اجازه اصلاحات نمیدند. اجازه اصلاحات داده نمیشه که ما بتونیم ریل اقتصاد رو برگردونیم. این ذی‌نفعان بزرگی که حتی کسانی که یک کوچولو میخوان کاری انجام بدند به سرعت حذفشون میکنند، به سرعت حذف میشند و اجازه نمیدن اصلا اصلاحات رو. و با این تصویر فاصله ما هر روز از رقبا هم بیشتر و بیشتر خواهد شد. خیلی ممنون دکتر. شما بفرمایید دلیلی که چرا ما به اینجا رسیدیم به نسبت رقبای منطقه‌ای و وضعیت ما چرا اینجوریه در واقع، دلایلی که ببینید دلیل اصلی به نظر من نوع ربط و نسبتیه که ما با دنیای خارج داریم برقرار کردیم. این یعنی عنوان کلیش به نظر من اینه که تحریم ها یک وجه از اون میشه، ولی مجموعاً ما نوع ربط و نسبتی که با دنیای خارج برقرار کردیم برای عملکرد اقتصادی ما موانع ایجاد میکنه، بازدارنده است برای رشد اقتصادی، برای توسعه اقتصادی. ما اساساً مسئله‌مون رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی نیست. ما اگه شما دقیق نگاه بکنید کشوری هستیم که شرح کار و دستورکار ویژه‌ای که برای خودمون تعریف کردیم یک نوع مبارزه و معارضه با نظام بین الملله. ما اگه میخوایم کاراییمون رو بسنجیم بر اساس اون معیار باید سنجش کرد. ما کشوری که مثلا ترکیه، مثل عربستان دنبال شکوفایی اقتصادی و چیزی باشه، مسئله ما واقعا این نیست. ممکنه جایی حرفش رو میزنیم ولی واقعا این در درجات بعدی اهمیت، اولویت‌های بعدی قرار داره.
اینو میشه خیلی براش مثالهای متعددی زد که در واقع اینو نشون میده. و شما به وضوح همونجوری که فرمودن ببینید که از زمانی که تحریم ها میاد وارد میشه، تحریم ها محصول این وضعیت موقعیته. یعنی در واقع ما اون نوع معارضه‌ای که تعریف کردیم با نظام بین‌الملل تا یک زمانی به دلیل وابستگی آمریکا به انرژی خلیج فارس این تحریم ها رو نمیتونست علیه ما اجرا کنه و پیاده کنه. از یه زمانی که تقریبا آمریکا خودش شد یه تولید کننده بزرگ نفت، حتی شد صادر کننده نفت، واردات نسبتا محدودی هم که داره از کانادا و مکزیک و مثلا اینا انجام میدن، این کشورهای اطراف خودش، اصلا دیگه نه اینکه ایران دیگه اون اهمیت رو براش نداره، عربستان هم دیگه اون اهمیت رو برای آمریکا نداره. رقیب عملاً اینا تازه داره شده. رفته هند، ببخشید رفته هند، آقای مودی رفت پیشش. آقای مودی که رفت پیشش اولین جمله‌ای که گفت این بود که شما باید از آمریکا نفت بخرید. به آقای مودی گفت. دیگه از ایران، عراق، روسیه و سایر کشورها شما نباید نفت بخرید. تقریبا بله دیگه بازی آمریکا از 2009 به بعد کاملا تغییر کرد نسبت به قبل 2010. آمریکای قبل 2010 با آمریکای بعد 2010 کاملا بازیش تغییر کرده. الان رقیب نفت و گاز در دنیا شد، با کشورهای دیگه شده. لذا دیگه اصلا مناسبات خاورمیانه‌ایش تغییر کرده. ما این رو درک نکردیم آقای دکتر. همینطور. ببخشید. یعنی در واقع میدونید اون حرکتی که ما میکردیم توی دهه‌های قبل و در عین اینکه هم معارضه داشتیم با اینها، در عین حال میدونید اقتصادمون هم خیلی وضعش بد نبود. دلیلش اینه که اونها به دلیل این وابستگی که داشتن به نفت اینجا و انرژی اینجا پرهیز داشتن از اینکه بخوان ما رو به خیلی شدید تحت فشار قرار بدن. ولی از یه زمانی که دیگه این مناسبات تغییر کرد و فرمودن شرایط دگرگون شد، ما در واقع دیدیم که اونها میتونن فشار خیلی شدیدی به ما وارد بکنن و عملا اقتصاد ما تنزل به این شکل کرد. البته مسائل داخلی هم مؤثره، مسائل داخلی ما هم تعیین کننده است. بالاخره ما مسئله به اصطلاح دولتی بودن اقتصادمون، نفوذ زیاد دولت ویژه در امر بنگاهداری در کشور ما مسئله مهمیه، ولی به نظر من باز اینها ذیل اون مسئله اصلی قرار میگیرن. یعنی اصل قضیه اینه که به دلایلی کشوری که رسالت خودش رو در واقع این نوع تعارض و معارضه و مبارزه قرار داده اصولا نمیتونه اقتصادی باشه که در اون مثلا بخش خصوصی حاکم باشه. به دلیل یعنی میشه دلایل متعددی رو آورد. چرا دولت خود حاکمیت مایل نیست که بخش خصوصی حاکم باشه؟ چون به هر حال وقتی بخش خصوصی مسلطه بر اقتصاد، این یه دلالت‌های سیاسی داره، دلالت‌های سیاست خارجی داره. یعنی انعکاس پیدا میکنه. شما دیگه هر کاری نمیتونی بکنی، هر حرفی نمیتونی بزنی، هر شعاری نمیتونی بدی، چون اینجا میبینی متن اقتصاد تو در واقع تحت تاثیر قرار میگیره. از اون ور از زاویه بخش خصوصی نگاه کنیم، بخش خصوصی مایل نیست اساساً که این رو در اختیار بگیره. یعنی بخش خصوصی که شما میبینی با یه تکانه‌ای، مثلا شما ریسکایی که ما داریم و اصلا واقعا بسنجید، اصلا این ریسکا در ذهن نمیگنجه. مثلا میگه تحریم، یه همچین تحریمایی که الان ما داریم که مثلا شاید ساده ترین نشینه که مثلا پول نمیتونی شما انتقال بدید توی نظام مالی بین‌المللی. خب شما میبینید یه بخش خصوصی که با این ریسکا روبروه، تحریم میاد، تحریم میره، حتی موقعی که تحریم برداشته میشه دوباره برمیگرده. ببینید یعنی اصلا کلا کن فیکون میکنه تصمیم شما رو. شما بالاخره تصمیم گرفتی یه سرمایه‌گذاری انجام بدید. خیلی جای خطرناکی اینجا برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اگر ما واقعا اقتصادمون در کنترل بخش خصوصی بود، با این وقایعی که ما شاهد بودیم تا حالا این بخش خصوصی صدها بار خروج سرمایه انجام داد. یعنی خیلی وضع ما بدتر بود از این. من میخوام بگم که اتفاقا اینکه دولت رفته به سمت اینکه شریان‌های اصلی تولید رو در اختیار گرفته حاکمیت، این حالا یه جنبهش ناکارایی و فساد و مثلا روابط و زد و بند ایجاد میکنه، اما یه جهت دیگهش شما می‌بینید که مثلا فولاد مبارکه داری، پتروشیمی خلیج فارس داری. اگه دولت نیومده بود ما هیچ کدوم اینا رو نداشتیم، حالا همه فرار کرده بودن، 100 بار رفته بودن. میخوام بگم که این مسائل داخلی هم که ما ازش صحبت میکنیم خیلی تحت تاثیر اون تصویر کلیه.
چون تصویر کلی ما اونه، بافت تولید اون، ساخت تولیدمون هم این شکلی میشه. نمیتونه غیر این باشه. اگه بخواد غیر این باشه به اون تصویر کلیه نمیخوره، توی اون جا نمیشه یه بافت توی ساخت دیگه. اگه میخواد تغییر کنه اون تصویر کلی اصلا باید تغییر کنه، اون رویکرد کلان باید تغییر بکنه. البته ما سوء تدبیرایی داریم، همونجور که فرمودم مثلا در دولت نهم و دهم نوع مواجهه ما با درآمد نفتی واقعا یک افتضاح بود. یعنی یکی از آسیب‌های اساسی که ما خوردیم که شما تو ادبیات به عنوان بیماری هلندی و سندزدایی و اینها می‌بینید. خب ما اونو نمیتونیم مثلا به گردن تحریم بندازیم. یا نوع رفتاری که ما تو نظام بانکیمون داشتیم، خصوصی سازی بانک‌ها، بعد شکل‌گیری یک سری مناسبات غارتگرانه توی بانک‌های ما که خب اینا یه زمانی اتفاق افتاد، الان ممکنه بگیم نیست، ولی اینا بارش همینجوری داره سنگینی میکنه رو دوش ما. یعنی این نیست که بگی تموم شده، شما اینا شده یه جزئی از ترازنامه، از ترازنامه قلم گرفته نمیشه، به تعبیر خیلی ساده خودمون مطالباتیه که برگردونده نمیشه. وقتی برگردونده نمیشه اون بانک نمیتونه به دیگران وام بده، وقتی به دیگران نمیتونه وام بده تولید و در واقع رونق اقتصادی تحت تاثیر قرار میگیره. اینها هم در واقع باید اضافه کنیم به اون عامل اصلی کلان. این سوء تدبیرها و سوء مدیریت‌ها هم اومده و در حقیقت اضافه شده و در حقیقت یک مجموعه‌ای از عوامل خارجی و عوامل داخلی باعث افت و افول عملکرد اقتصادی ما شد. ممنون. هرچی صحبت کنیم خب تمامش کنیم. آره من صحبت پایانی رو میگم، اگه نکته‌ای که شاید خودتون لازم می‌دونید بفرمایید. من پس یک کوتاه بگم. پس ببینید جنبندی این بود که اقتصاد تو ایران هیچ وقت اولویت نبوده دیگه. یعنی ما با اینکه شعارش رو دادیم ولی اقتصاد تو اولویت نبوده. دو، ما هیچ جایگاهی هم برای خودمون در این دنیای تجارت و اقتصاد تعریف نکردیم. نه سهمی رو داشتیم، نه جایگاهی برای خودمون داریم، نه در زنجیره اقتصاد جهانی خودمون رو تعریف کردیم. اینم یه مسئله. موضوع بعدی، مسائل داخلی کشور ما باز به نظر من راهکار داره و من نمیخوام الان دیگه بگم مسئله تمام شده، راه حل داره. خب ما هر چقدر دیر به جنبیم باز اوضاعمون بدتر میشه. یعنی یه اصلاحاتی میخواد، از قیمت‌گذاری‌های دستوری ما باید دست بکشیم، اجازه بدیم پارلمان بخش خصوصی یه نفس جدیدی بکشه، رقابت پذیری اقتصاد ملی رو تو اولویت بذاریم، بهبود محیط کسب و کار رو به معنای واقعی تو اولویت بذاریم و دولت هم بتونه بر اقتصاد مسلط باشه. یعنی یه تسلطی باید دولت بر اقتصاد داشته باشه، از گردش اطلاعات در حوزه‌های مختلف، از دارایی‌های مالیش، ریالیش، منابع ارزیش، کالاییش. اینا میتونه یه تصویری رو به ما بده که میتونیم در مقابل سختی‌های پیش رو، نمیخوام بگم سربلند و سرافراز، ولی میتونیم بخشی رو خنثی کنیم از مسائل، از چالش‌ها رو. یه جاهایی میتونیم درمان کنیم، یه جاهایی میتونیم جلوی بدتر شدن اوضاع رو بگیریم. ولی این هم یک اجماع میخواد درون کشور، کاهش سوء محاسبات، اجماع در بین نهادهای بالادست و نخبگان سیاسی کشور و اقتدار دادن به دولت. الان ما دولتی داریم که هر بخشش رو یه جایی به اسیری گرفته دیگه. یعنی شوراهای متعدد، یه جاهایی دخالت‌هایی که در نهادهای مختلف صورت میگیره، نهادهای رسمی، نهادهای غیر رسمی. ما دولت رو الان تیکه پاره داریم میکنیم، بعد میگیم دولتی که تیکه پاره شده میگیم اوضاع رو بهتر کن. مردم میفهمند. مردم میگن که یه دولتی که نمیتونه کوچکترین وعده خودش رو عملیاتی کنه، آقای دکتر چجوری میخواد در مقابل این ذی‌نفعان بیسته؟ ذی‌نفعان بزرگی که هزاران هزار میلیارد تومان گردش مالی بخش‌های مختلف. یه وعده‌های ساده. ما اگر میخوایم باید اجازه بدیم دولت اقتدار داشته باشه. یعنی نخبگان سیاسی ما باید به این اجماع برسن که اگر آقای پزشکیان و دولتش تضعیف بشه، کشور تضعیف خواهد شد. پس یه دولت مقتدر به انضمام
به انضمام این که ما حداقل بتونیم این 2-3 تا قلم رو انجام بدیم. اینم صبوری هم میخواد دیگه، یعنی قیمت‌گذاری های دستوری رو کنار بذاریم، به بخش خصوصی به معنای واقعیش اهمیت بدیم، رقابت پذیری و اقتصاد ملی رو در اولویت قرار بدیم، بهبود محیط کسب و کار رو در اولویت قرار بدیم، اجازه بدیم که دولت بر اقتصاد تسلط پیدا کنه از جنس تسلط بر حکمرانی داده ها در حوزه پول، منابع و مصارف ارزی، مصرف کالاهای استراتژیک و دارایی‌های مالی تسلط پیدا کنه، بتونه این وضعیت رو مدیریت کنه. خب این پشتش البته من میدونم ذینفعان بزرگی وجود داره. این تصمیم نخبگان سیاسی و بزرگان کشوری که باید به یه جنبندی برسند. اگر دیر به جنبیم اوضاع هی بدتر خواهد شد و این نگرانی من رو هم داره اضافه میکنه. خب طبیعتاً برگردوندنش باید حداقل یه مقدار اقتصاد رو، ما نمیگم حالا ممکنه کاملا هم نتونیم، ولی یه جایی باید اقتصاد اولویت باشه دیگه. اقتصاد وقتی اولویت نیست، در پارادایم جهانی و در نقشه جهانی باید اولویت داشته باشیم براش تا بتونیم یه بخشی از این مناسبات رو اصلا بپذیریم از دخالت‌های نهادهای رسمی و غیر رسمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی ما. من دیگه عرض خاصی رو ندارم و خیلی از مطالب آقای دکتر درودیان استفاده کردم، از صبوری شما بابت این مسائلی که ما شاید یه جاهایی پرت و پلا هم من گفتم از مسیر خودم خارج شدم و انشالله که بینندگان برنامه شما هم از این مطالب ما استفاده کرده باشن. متشکرم. استفاده کردیم قطعا و حتما بینندگان عزیز هم سود خواهند برد. آقای دکتر درودیان، نکته پایانی اگر دارید در خدمتتون است. بله، من تاکید کنم روی این که ما اقتصادی هستیم که تحت تحریم و فشاریم به این علت که ما برای قدرت‌های بزرگ خیلی اهمیت نداریم. یعنی همین اندازه‌ای هم که الان ما ببینیم سر پایین و اقتصادمون داره میگرده، رشد اقتصادی مثبت داریم و اینها، در اونم به خاطر اینه که ما به لحاظ واردات نفت برای کشور چین مهمیم همین اندازه. یعنی نون اینو داریم میخوریم. اگر این هم نبود ما حتما در واقع وضعمون بسیار از این بدتر بود. لذا ما راه برون رفتمون هم باید معطوف به همین باشه. اقدامات داخلی نمیتونه پاسخی به این مشکل فراهم بکنه. ما باید به سمت این بریم که همکاری هایی رو با قدرت های بزرگ تعریف بکنیم، ولو اینکه این همکاری ها گام به گام باشه، قدم به قدم باشه، ممکنه از جاهای کوچیک شروع بشه، ولی باید این مسیر شروع بشه و این حتما به ما کمک میکنه که بتونیم آروم آروم فضایی رو تغییر بدیم که بتونیم در داخل هم اقدامات و سیاست هایی رو انجام بدیم. اون گشایش ها باید معطوف باشه به مسائل واقعی روی زمین ما در سیاست گذاری اقتصادیمون بیش از اندازه معطوفیم رو موضوع نقدینگی و پایه پولی و کسری بودجه و مسائل واقعی مثل مسکن، مثل گاز، مثل آب، مثل برق، اینا رو رها کردیم و چسبیدیم به یک سری چیزای در واقع اقتصاد کلانی که در حقیقت بودجه و نقدینگی و پایه پولی باید دنبال حل مسائل واقعی برن. ما الان در واقع اومدیم و مسائل واقعی رو رها کردیم و قید اصلی شده قیود مثلا بودجه و بدهی و کسری بودجه و نقدینگی و اینجور چیزا. این بینش سیاستگزار ما در این زمینه باید تغییر بکنه برای اینکه بتونیم واقعا گام‌های مثبتی رو زمین برداریم. خیلی متشکرم. بسیار استفاده کردیم، محبت کردید از تشریف فرماییتون. ان شاء الله باز بتونیم در آینده از حضور اساتید استفاده کنیم.